البته من اشتراک میکنم. این حقوق من است. باید که من وکیلی انتخاب وکیلانی که در پارلمان تویسان هست انتخابات کنیم، البته اشتراک میکنم. البته من امیدوارم که انتخاباتی که در نزدیکی می شود شفاف بگذرد. تمامی قانون‌های مجلسیون در عمل هستند. برای ما امیدوارم که البته خیلی شفاف باید به انتخابات. باید که انتخابات به طور شفاف بگذرد و یگان خیل از طرف وکیلان یا از طرف انتخاب کننده یگان خیل کمبودی ها نباید شود. باید که به طرزی که ما مردم تاجیک مردم بودم به طور با ادبانه گذرد. انتخابات ما وکیلان رو انتخاب میکنیم برای اونکه آنها قانون‌های انتخاب قبول کنند که بر زندگی ما بهبودی شود و سال به سال زندگی دیگر شد، تغییر است و باید که قانون‌ها هم دیگر شوند. بعضی قانون‌ها کهنه میشوند، باید که قانون‌های نو قبول کرده شود تا اینکه با زمان حاضر خاص باشد و زندگی مردم رو بهتر گرداند.